بانویی که در عظمت و نورانیت سرآمد بانوان دنیا و آخرت و بانوان اهل بهشت هستند و در این حال برای ما الگو هستند. اینکه با این همه عظمت ها چگونه میتوانند برای ما الگو باشند نکته است که انشاءالله دقایقی رو به او میپردازیم، ولی در ابتدا باید به عظمت او توجه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیة الله المهدی ارواحنا له الفداء. با سلام و درود به همه شما عزیزان، خالصانه همگان در محضر خدای رحمان در خدمت قرآن و کلام معصومان می نشینیم، دقایقی رو دل می سپریم. انشاءالله تعالی خداوند عنایات ویژه خودش رو شامل حال ما بگردانه. در آستانه شب شهادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا دختر گرانقدر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم. اولا تسلیت عرض میکنم به همه شما عزیزان. شهادت بانوی دو عالم رو، سیده بانوان اهل بهشت طبق کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، جزء بزرگترین زنان عالم که فرمودند 4 نفر از بانوان به بالاترین مقام قدسی رسیدند. آسیه بنت مزاحم که همسر فرعون بود، مریم بنت عمران، حضرت خدیجه بنت خویلد و فاطمه سلام الله علیها بنت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بانویی که در عظمت و نورانیت سرآمد بانوان دنیا و آخرت و بانوان اهل بهشت هستند و در این حال برای ما الگو هستند. اینکه با این همه عظمت ها چگونه میتوانند برای ما الگو باشند نکته است که انشاءالله دقایقی رو به او میپردازیم، ولی در ابتدا باید به عظمت او توجه کنیم. حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها در زمره 14 نور عصمت و طهارت بودند که بالاترین خلق خدا هستند. وقتی که خداوند طینت‌های انسان‌ها رو آفرید، ارواح مطهر و طینت 14 معصوم رو در یک نورانیت عظیمی آفرید. در زیارت جامعه می‌خوانیم خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محدقین حتی من علینا بکم. خداوند شما 14 نور مقدس رو انواری آفرید، نورهای الهی. شما در عرش الهی قرار گرفتید تا اینکه خداوند بر ما منت گذاشت و شما رو به زمین فرستاد که معلمان و هادیان و راهنمایان ما باشید. حضرت زهرا در چنین رتبه ای بودند. در خطبه فدکیه که یه خطبه کوچکی است، میدونیم این خطبه را حضرت در یک شرایط خاصی خواندند، در یک شرایط ملتهب. فدک یه جایگاهی بود نزدیک خیبر. وقتی که خیبر به دست مسلمان ها فتح شد، اهل این قریه و فدک اومدن خدمت پیغمبر اکرم که ما در امان باشیم ولی این منطقه به شما واگذار میشه. خداوند هم دستور دادن که این رو به ذوی القربی بدید و آت ذی القربی حقه. پیغمبر اکرم او رو بخشیدند، یعنی واگذار کردند طبق دستور الهی به حضرت زهرا سلام الله علیها. خب علتش هم اینه که
اینا خاندان با عظمتی بودن، محل مراجعه مردم بودن و باید امکاناتی رو خداوند تدارک میدید که اینا بتوانن جوابگوی نیازمندانی باشن که بهشون مراجعه میکنن. شاید هم میدونستن که بعد از پیغمبر اکرم اینها رو از همه چیز محروم میکنن. خداوند این فدک رو در اختیارشان قرار داد که در یه جمله‌ای امیرالمؤمنین علیه السلام دارن که زیر این آسمان نیلگون فقط فدک برای ما مونده بود. اون هم عده‌ای طمع ورزیدن و خاندان پیغمبر هم با کرامت کنار کشیدن. به هر حال این اتفاق افتاد. حضرت زهرا سلام الله علیها نه فقط برای احیاء فدک که برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام این رو دنبال کردن. یک روز با جمعی از بانوان که اطراف حضرت رو گرفتن با پوشیدگی کامل وارد مسجد رسول خدا شدن، طبق اونچه که هم در تاریخ نقل شده هم در احادیث. خطبه مفصلی رو ایراد کردن که این خطبه کاملا نوشته شده. خواهش میکنیم که انشالله همه ما یک دوری خطبه رو بخونیم. منم انشالله از اول میخونم 2 دفعه که بخوام الان توصیه کنم شما بخونید، توصیه یک سویه نباشه، خودم عمل بکنم شما هم خواهش کنم بخونید. معارف فراوانی رو در این خطبه ذکر کردن حضرت زهرا سلام الله علیها، از وحدانیت خداوند، از آیات آفرینش او، از عظمت رسول خدا و تحولی که در جامعه ایجاد کرد، از امیرالمؤمنین و از اولیاء خدا سخن گفتند. بخشی راجع به خود قرآن سخن گفتند. حضرت چنان با قرآن مأنوس بودند که در این خطبه، در همین فرصت نچندان زیاد یا بگیم فرصت کوتاه، 36 آیه از قرآن رو مورد استشهاد قرار دادن. بعضیا گفتن تا 50 آیه هم هست، بعضیاش مورد اشاره بوده، استنباط از آیات. مثلا در باب این که جعل کرده بودن که پیامبران از خود میراثی به جایی نمیگذارن، بنابراین این فدک هم نمیتونه میراث باشه، باید برگرده به دستگاه حکومت. حضرت جالبه که خطاب کردند به کسانی که فدک رو تصرف کرده بودن و دستگاه خلافت، فرمودن افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و خولناه وراء ظهورکم، که اینا آیات قرآنه. یه خولناه وراء ظهورکم آیه قرآن هست. شما عمدن دارید کتاب خدا رو رها میکنید و پشت سرتون میاندازید. مگر در قرآن نفرموده است که و ورث سلیمان و داوود، سلیمان از داوود ارث برد، پس شما چرا میگید پیامبران میراث نمیگذارن؟ هم داوود پیامبر بود و هم سلیمان سلام الله علیهما. میگم یه نمونش اینه. راجع به خود قرآن یه فرازی دارن فوق العاده است. و برای که عظمت قرآن رو در کلام حضرت زهرا ببینیم، من این فراز رو عرض میکنم. و کتاب الله ناطق، قرآن که کتاب ناطق خداست. بل قرآن الصادق، قرآنی است که جز صدق در او چیزی نیست. و نور الساطع، نور فروزان. و ضیاء اللامع، شعاع درخشان. بینة بصائره، حجتهای او آشکار است. منکشفة سرائره، اسرار قرآن منکشف و پرده ازش کنار رفته. منجلیة ظواهره، ظاهر قرآن بس جلوگر است، خود ظاهر قرآن. مقتبدة بهی اشیاؤه، کسانی که پیرو قرآنند مورد قبطه دیگرانند که اینا چه نورانیت و عظمتی رو کسب کردن. قائدا الی الرضوان اتباعه، کتابی که پیروی از او ما رو به سوی بهشت رضوان الهی و رضوان خدا ما رو هدایت میکنه. معدن الی النجات استماعه،
شنیدن قرآن انسان رو میرساند به مرحله نجات. بهی تنال حجج الله المنوره، حجتهای نورانی خدا با این قرآن بهش باید رسید. و عزائمه المفسره، احکام واجب قرآن با رجوع به قرآن به دست میاد. و محارمه المحذره، در این کتاب نورانی محرمات خدا و اون چرا که خدا حرام کرده و حذر داده بیان شده است. و بیناته الجالیه، بینات او، دلایل او جلوگرند. و براهینه الکافیه، برهانهای این کتاب کفایت میکنند. و فضائله المندوبه، فضیلتها در این کتاب مورد توجه است و پسندیده است. و رخصه الموهوبه، رخصتهای بخشیده شده این کتاب. و شرایعه المکتوبه، شریعتها و قوانینی که نوشته شده. خب وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار با قرآن همراه و همگام و مأنوس بودن. یک کلمه جمله بالاتر بگیم. قرآن کریم از این وجود مقدس تعاریف فراوانی داره. در چند آیه از اهل بیتی یاد می کند که حضرت زهرا محور او هستند، مثل آیه تطهیر در سوره احزاب آیه 33، مثل آیه مودت آیه 23 سوره شورا که قرآن مودت ذوی القربای پیغمبر رو اجر رسالت رسول خدا میدونه، بعدم میگه ای برای خودتونه، به نفع شماست. شما اگر مودت به اهل بیت کنید به اونا نزدیک میشید، نورانیت وجودتون افزایش پیدا میکنه. و ما سألتکم من اجر فهو لکم، هر اجری که خواستم این اجر برای خود شماست. مثل سوره مبارکه هل اتی که درباره انوار مقدس اهل بیت نازل شد، 3 شب متوالی غذای افطار خود رو امیرالمؤمنین هست زهرا، امام مجتبی و سالار شهیدان به مسکین و یتیم و اسیر دادند، با آب افطار کردند. بعد گفتن که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خیلی از این دست آیات فراوان داریم. آیه مباهله رو داریم که اهل بیت پیغمبر اکرم 4 نفرند، اینها رو کاملا مبرهن میکنه. و همینطور سوره کوثر مخصوص وجود مقدس هست زهراست که در این سوره قرآن به پیغمبر اکرم خطاب میکند که ما به تو کوثر دادیم، به پاس این نعمت نماز شکر به جای آور و شتری را در راه خدا قربانی کن به عنوان عقیقه این فرزند. ان شانئک هو الابتر، او کسی که از تو بدگویی میکند او خودش ابتره، یعنی تو ابتر نیستی. ما به تو کوثر دادیم، خیر فراوان، تو ابتر نیستی. پس این کوثر باید در ارتباط با ابتر نبودن رسول خدا باشه. در نتیجه تنها معنایی که با متن آیه تطبیق میکنه معانی متعدد گفتن. وجود مقدس حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها است. در سوره قدر عظمت حضرت در رابطه با قرآن خوب روشن میشه. حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم، فرمودن که انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر اللیله فاطمه سلام الله علیها. در خصال صدوق لیله فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب اگر هست زهرا لیلة القدرند، قرآن در شب قدر نازل شده. به این ظاهر آیه مربوط به شب
قدر در ماه رمضان، شب 19، شب 21 و خصوصا شب 23. اما روایات ما آیه رو تعویل میکنن. یه معنای دومی هم این آیه داره و اون که لیلة القدر حضرت زهرا هستن. پس قرآن بر وجود حضرت زهرا و در این وجود مقدس نازل شده. حالا بیایم یک نگاه دیگری داشته باشیم. قرآن تجلی خدا درش هست. امام صادق فرمودن لقد تجلی الله لخلقه فی القرآن ولکن الناس لا یعلمون. خدا در قرآن تجلی کرده ولی مردم نمیدانند. اگر خداوند در قرآن تجلی کرده پس قرآن حاوی تجلی خداست. به همین خاطر اگر به کوهی نازل شود کوه متلاشی میشه. آیه 21 سوره حشر. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله. اگر این قرآن رو بر کوهی نازل کنیم خواهی دیدی کوه خاشع و متواضع و متلاشی میشه. یه نمونه ای رو قرآن ذکر میکنه. کجا؟ آیه 143 سوره اعراف. میگن وقتی از موسی به میقات اومدن پروردگارش باهاش سخن گفت و کلمه ربه. هست موسی یه تقاضایی کردن، گفتن که رب ارنی انظر الیک، خدایا خودتو به من بنمایان که تو رو نگاه کنم. خطاب رسید قال لن ترانی یا موسی، نمیبینی ولی به کوه نگاه کن. ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. اگر سر جای خودش موند مرا خواهی دید. فلما تجلی ربه للجبل، وقتی خدا به کوه جلوه کرد جعله دکا و خر موسی صعقا. کوه تیکه پاره شد، هست موسی مدهوش افتادن. تجلی خدا اگر به کوه بشه کوه طاقت نمیاره. هست موسی هم طاقت نیاورد. قرآن که تجلی خدا درش است اگر بر کوهی نازل بشه کوه متلاشی میشه. ولی سوال، قرآن بر کجا نازل شد؟ بر قلب مطهر رسول خدا. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. پیغمبر اکرم تحمل کردن یا نه؟ آنچه رو که کوه نتونست تحمل کنه، آنچه رو که حضرت موسی مدهوش شدن. تجلی ذات احدیه در قرآن هست و این قرآن بر قلب رسول الله نازل شده. در احادیث گفتن حضرت زهرا قلب رسول الله. پس قرآن بر حضرت زهرا هم نازل شده، بر امیرالمؤمنین هم نازل شده. همه حقیقت قرآن در قلب 14 معصوم وجود داره. از اینجا عظمت علمی و معنوی این 14 نور مقدس رو بهش پی میبره. لا یمسه الا المطهرون. در سوره واقعه میخوانیم قرآن در عالم بالاست. در کتابی پوشیده به اون قرآن جز مطهرون اهل بیت پیغمبر که در سوره احزاب گفتن هیچ کس دسترسی نداره. لا یمسه الا المطهرون. این ظرفیت عظیم این نور الهی است که همه حقیقت قرآن در وجود اوست. اینه که از زهرا وقتی حرف میزنن قرآن از کلامشون همینطور تلألؤ میکنه. آیات قرآن، عبارات قرآن. میبینیم در یک خطبه 36 بار از عبارات قرآن یاد میکنه. خب یه کلیتی خواستیم راجع به عظمت حضرت زهرا بگیم. یه سوال پیش میاد. اگر این انوار مقدس، اگر حضرت زهرا در اون اوج و عظمت هستن، چطوری میتونن برای ما بینوایان الگو باشن؟ ما کجا و اونا کجا؟ پس اونا چطوری میتونن الگوی ما باشن؟ پاسخ اینه که اونا در حوزه بشری اون چه که ما در حالات بشری داریم اونا هم دارن و اتفاقا اونا رو خدا بشر قرار داده، ملائکه قرار نداده که برای ما بتونن الگو باشن.
در قرآن می‌فرماید که اگر روی زمین ملائکه زندگی می‌کردند ما برای رسالت ملک به سوی اونها می‌فرستادیم. در سوره اسراء قل لو کان فی الارض ملائکة یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. اینا بشرن، بله درسته توانمندی اونها، قدرت اونها از ما خیلی بیشتره، اما یه مثال بزنیم. معلمی که در کلاس درس میده به دانش آموزان میگه که این مدلی که من دارم مسئله حل میکنم شما همینطوری حل کنید. حالا اونو هرچی هم که توانمند باشن مثل معلم به این زودی ها نمیشن. یه ورزشکار، مثلا یه فوتبالیست، یه وزنه بردار، خب یه قدرت بدنی خدا بهش داده، میتونه مثلا تا 500 کیلو وزنه برداره. تو این وزنه بردارا بودن بعضی. حالا فرض کنید یک جوانی که وزنش 40-50 کیلو میره وزنه برداری، این هر چی هم تمرین کنه مثل اون مربی نمیشه. مثلا فرض کنید آقای رضازاده مشهور بود، ولی اگر میخواد به توانمندی خودش برسه باید او رو الگوی خودش قرار بده، ببینه او چی کار میکنه، من همون کارو بکنم تا اون چه در توان من هست شکوفا بشه. ممکنه معلمی نابغه باشه، مثلا بوعلی سینا میگن نبوغی باشه، که شاگردی داشته باشه، شاگردش اگر راه او رو بره او توانی که در خودش هست شکوفا میشه، بوعلی سینا نمیشه، پس میتونه الگو باشه. مثلا من چند تا مثال میزنم. حضرت زهرا الگو بودند در زهد نسبت به دنیا، در عفاف و پاکدامنی، در مدیریت منزل و خانه‌داری. مسئولیت منزل رو پیغمبر اکرم به ایشون سپرد و مسئولیت کارهای بیرون منزل رو به امیرالمؤمنین علیه السلام. میگن حضرت انقدر خوشحال شدن که کارهای بیرون رو به من نسپردن. در فرزندداری و تربیت فرزند، در شوهرداری، امیرالمؤمنین فرمودن در تمام عمر یک بار مرا ناراحت نکرد. این میتونه برای خانم‌های ما الگو باشه یا نه؟ برای آقایون هم الگو باشه خانمشون رو ناراحت نکنه تا اونجا که میتونه. ممکنه ما این تصمیم رو بگیریم، گاهی هم نتونیم، ولی اگر تصمیم گرفتیم درصد قابل توجهی از رفتارهای ما اصلاح میشه. در سخاوت برای خدا میتونه الگوی ما باشه. در ایثار، شب عروسی میگن یه خانمی اومد خدمت حضرت گفت دختر رسول خدا شما امشب شب عروسی شماست، منم دخترم شب عروسیش، اما لباس نداره، هیچ پیراهنی نداره. میگن حضرت به بانوان فرمودن اطراف حضرت رو گرفتن، پیراهن نو رو در آوردن، پیراهن کهنه رو پوشیدن، پیراهن رو تقدیم به او خانم کردن، گفتن بده به دختر. گفتن خب ابنت رسول الله، او پیراهن دست دوم میدادی، او راضی بود به همین. فرمودن چیزی رو که آدم در راه خدا میخواد بده باید بهترینش رو بده، اون چه که دوست داره. این میتونه برای ما الگو باشه؟ یا اینم میگیم که مخصوص حضرت زهراست؟ کار سختیه. حتی ببینید 2 ظرف غذا رو ما بخوایم یکی برای خودمون یکی برای دیگری بذاریم، دل آدم به یک کدومش بیشتر میره. آدم برعکس دلش عمل کنه، او خوب‌تره رو بده به طرف مقابل، او یکی رو خودش بگیره. این میشه یه نوعی ایثار. در محل نشستن جای بهتر رو به دیگری بدیم. هر کاری که برای خدا خواستیم انجام بدیم بهترینش رو انجام بدیم. در اخلاق، در تقدم دیگران بر خود، امام مجتبی فرمودن من دیدم تا صبح مادرم دعا کرد، همش برای همسایگان دیگران. گفتم مادر جان چرا برای خودمون این مقدار دعا نکردیم؟ فرمودن الجار ثم الدار، اول باید به همسایه توجه کرد. خب ما میتونیم این الگوی ما باشه، به همسایگانمون توجه کنیم، گاهی یه هدیه ببریم، یه دسته گلی. چرا در این شهرهای بزرگ، کلان شهرها
داره به همسایه ها بی توجه میشه، همسایه از همسایه خبر نداره. آیا می توانیم حضرت زهرا رو الگوی خودمون قرار بدیم، با قرآن مأنوس بشیم، قرآن روزانمون رو ترک نکنیم؟ انشاءالله. حضرت زهرا در شناخت ولایت الگوی ما بوده. ما با امام زمانمون چقدر ارتباط داریم، با ولایت الهی چقدر ارتباط داریم. به هر حال در ابعاد زندگی کاملا میتونن الگوی ما باشن. پرسیدن که کتاب یا منابعی رو برای شناخت بیشتر حضرت زهرا سلام الله علیها لطفا معرفی کنید. بله، الحمدلله کتاب در این زمینه بسیار زیاده. یک کتابی است که آقای سید آقایی نوشتن، چشمه، حالا عنوانش هم الان از خودم، چشمه در غربت، یه چنین چیزی. به هر حال اون کتاب راجع به حضرت زهرا ابعاد مختلفی رو بیان کردن. یک کتابی آقای میر علی محمد نژاد نوشتن، فاطمه زهرا سلام الله علیها، 600 پرسش و پاسخ پیرامون حضرت. و اگر حالا ممکنه این کتابا رو یه وقت بگردید نباشه، ولی در سرچ کنید کتابایی که برای حضرت بسیار زیاد. خطبه فدکیه رو خود این یک کتابی است که عظمت حضرت رو نشون میده. و کتاب‌های دیگری هم باز فراوونه. من فکر میکنم همینا کتاب‌های عربی بسیار زیاده. جلد 43 بهار راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها است. در به اصطلاح کافی فصلی راجع به حضرت داره. در میزان الحکمه احادیثی درباره حضرت زهرا سلام الله علیها داره و تو فصل امامت بعد از امیرالمومنین راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها. خب سوال بعدی اینه که آقای دکتر چگونه در این دنیا و این دور زمانه با این همه زرق و برق مثل حضرت زهرا سلام الله علیها ساده زیست باشه؟ بله، دنیا همیشه زرق و برق داشته و در هر زمانی همون چه که وجود داشته جلوه های او انسان رو دلشو می برده. شما بین علیه کسی در یه روستایی زندگی میکنه، یعنی دلش وابسته نمیشه به اشیاء اونجا. گفت دل بود ده بود آن ندل که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاع و عقار. یعنی روستایی هم به همون الاغش، به اسبش، به اینا جلوه های دنیاست دیگه، دل میبنده. زهد همیشه معنا داشته، الان هم معنا داره. منتها در زمان ما یه مشکلی که هست اینکه دنیا مداری خوب جلوه میکنه. در قدیم میگفتن دلبستگی به دنیا بده، استفاده کنید، دل نبندید. الان با تفکرات وارداتی از دنیای غرب یه مدلی برخورد میکنن خیلیا که اصلا ارزش میدونن دل دادن به دنیا رو. این کار رو مشکل تر کرده. وگرنه هر کسی در زندگی خودش مراقب باشه، بعضی چیزایی رو که دوست داره در راه خدا بده. این تمرین دل آدم رو از دنیا میبره. با خودمون گاهی صحبت کنیم، حالا کم و زیاد دنیا چقدر در ما اثر داره. ما یه غذایی میخوریم، یه لباسی میپوشیم، در یه جایی زندگی میکنیم منزلی، مازادش بیشتر به ضرر و زحمت برای ماست تا بخواد سودمند باشه. زهد به دنیا رو باید تمرین کنیم، نه اینکه مصرف نکنیم. نه، اول خب رو مصرف باید حساب شده باشه، ولی اینکه دل نبندیم به دانشجو. من گاهی میگم شما نسبت به امکانات دانشگاه تقریبا زاهدین، نه 100%، تقریبا از امکانات استفاده میکنید، ولی از اینجا که میرید بیرون دلتون با اینا نیست. تا فردا برگردید. اگر هم یه وقت خبر بدن یه جایی خراب شده، میگید خب دانشگاه درست میکنه. بقیهش هم همینه. اینو موقتی میبینیم، دل نمیبندیم. گوشه که به نام ما میشه خیال میکنیم دیگه این ابدیه. اونم یه روزی از ما میگیرن، موقتیه. نگاه ما نگاه گذرا و موقتیه به دنیا باشه. آخرت رو در نظر خودمون بزرگ کنیم که بزرگه. اون وقت میبینیم که
دلبستگی هامون محدود میشه. از خدا هم بخواهیم دعا کنیم. در شب 27 ماه رمضان میگن امام زین العابدین علیه السلام مرتب این دعا رو میگفتن: اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. خدایا بین قلب من و دنیا فاصله بنداز. والانابة الی دار الخلود، بین من و خانه آخرت پیوند بده. والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل از اینکه مرگ من برسه مرا برای مرگ آماده کن. یعنی آدم کاراشو انجام داده باشه، ذخیره آخرتشو درست کرده باشه انشالله. خب که به عنوان سوال آخر مخاطبین عزیز میپرسم که چطور بچه هامون رو با حضرت زهرا سلام الله علیها آشنا کنیم و ایشون رو الگوی بچه ها معرفی کنیم. یک سوال در مورد بچه های کوچک هست که چجوری این معارف رو و این الگو بودن حضرت رو بهشون معرفی کنیم. یه سوال هم برای حالا به ویژه دختر خانم ها هست که چجوری حالا برای دختر خانم های بزرگ حضرت رو به عنوان یک الگو معرفی کنیم. بله، اولا ما باید راهی رو بریم که عاقبت اون راه محبت به اهل بیت علیهم السلام باشه. درباره اونا مطالعه کنیم، از کمالات اونها با اطلاع بشیم و به بچه هامون منتقل کنیم. بچه ها قلبشون صافه. من به خاطر دارم دبستان بودم، یکی از آقایون علما میومد تو مسجد موزه قم، مسجد روبروی حرم و ضریح هست معصومه فاطمه معصومه سلام الله علیها. شبای ما رمضان من میرفتم، ایشون فضائل امیرالمؤمنین رو روی منبر از رو کتاب میگفتن، شجاعتشون و کرامتشون و سخاوتشون. اینقدر برای من شیرین بود. بر بچه های چیزا شیرینه و هنوز خاطره دارم از اون و چه محبتی از امیرالمؤمنین تو دل من اومد. دیدید که این فیلم های قهرمانان داستان ها و یا افسانه هایی رو میذارن، خودشون هم اسمشون رو روش افسانه میذارن، افسانه جمونگ مثلا. بچه‌ای گذشت، شجاعت، وقتی اینا با هم قاطی میشه علاقه من میشن. خب ما کمالات و فضائل ائمه هدی رو باید مطالعه کنیم و به بچه هامون بگیم. این یک نکته. نکته دوم بگیم که اونا مثل ما انسان بودن. درسته انسان برتر بودن، ولی انسان بودن، بشر بودن. ها علیون بشرون کیف بشر، اما چه بشری. ما اگر بخوایم رشد پیدا کنیم باید به اونا نگاه کنیم. اگر یک کسی، دخترم یه روزی بهت گفت که مثلا حجاب به چه درد میخوره، نگاه کن به این حضرت زهرا چجوری زندگی میکرد، با حجاب بود یا نبود. اگر پسرم یه کسی بهت گفت که نماز خوندن چه فایده داره، بیا خودت با خودت فکر کن، بگو اگه فایده نداشت از زهرا نماز نمیخون. ولی اونا شب عبادات طولانی داشتن غیر از نمازهای واجب. پس نماز خیلی نورانیت میاره و به درد میخوره. همینطور به تدریج عظمت‌های اونها رو بگیم، شیوه زندگیشون رو بگیم، علاقه‌مندی پیدا میشه و انشالله الگوی ما خواهند. خب دیگه حالا لحظات آخر فکر میکنم یه کمی بریم درد دل کنیم با هم دیگه. انسان خیلی حسرت میخوره. دختر پیغمبر که حامل همه حقیقت قرآن بود، پیغمبر فرمودن هر که او رو بیازاره مرا آزرده و هر که مرا بیازاره خدا را آزرده. رضا الله فی رضا الفاطمه. این حدیث در کنز الاموال مال اهل سنت نقل کرد. رضای خدا در رضای فاطمه است، غضب خدا در غضب فاطمه. سوال چرا حضرت رو به غضب آوردن؟ واقعا چرا؟ یعنی چند روزه دنیا اینقدر ارزش داشت؟ هجوم آوردن به خانه حضرت که باید علی بیاد بیرون سلام الله علیه بیعت کنه. حضرت به دفاع از امام پشت در رفتن، عده‌ای هم تو خونه ریختن مثلا، یا قبل از اینکه در منزل بریزن حضرت پشت در رفتن بعدن ریختن. نقل میکنن که چنان بر در لگدی زده شد که یه جا از خود حضرت زهرا نقل میکنن و رکل به رجله الباب. من افتادم، آتشم از او ور داشت شعله میکشید و من حامله بودم.
با این ضرب محسن من سقط شد. دیگه از اون به بعد میگن هست زهرا رمقی نداشتن، در خانه بستری شدن. صلی الله علیک یا بنت رسول الله. بیماری حضرت به تدریج اوج گرفت. خدایا چه کردن اینا. میرفتن گاهی در قبرستان بقیع، درختی بود، میشستن اونجا گریه میکردن. یکی از 5 گریه کنندگان عالم شدن. بکائین. در این مدت کوتاه چه گذشت بر حضرت. البته این یه جنبه اجتماعی و سیاسی هم داشت، یعنی میخواستن مظلومیت امیرالمؤمنین رو نشون بدن. گذشت تا اینکه این روزهای آخر میگن یک بار به فزه فرمودن که من میرم میخوابم، اگر چیزی گذشت مقداری صدایی از من نشنیدی بدان که دار فانی رو وداع گفتم. میگن فزه مدتی گذشت دیدن خانم صدایی ازشون نیومد، رفتن دیدن که جان به جان آفرین تسلیم کردن. میگن امام حسن و امام حسین اومدن بالای بدن مادر افتادن، گریه میکردن. امیرالمؤمنین یه جا قسم میخورن که من دیدم 2 دست حضرت اومدن و فرزندانشون رو در آغوش گرفت. نقل کردن که این لحظات آخر حضرت زهرا به امیرالمؤمنین وصیت کردند. گفتن که یا ابوالحسن لم یبق لی الا رمق من الحیات. دیگه رمقی بیشتر از این زندگی من نمونده، وقت رحیل فرا رسیده. سخن من رو بشنو که تو بعد از این دیگه صدای فاطمه رو نخواهی شنید. اوصی که یا ابوالحسن، علی جان وصیت میکنم که من رو فراموش نکنی. الله تنسانی و تزورنی بعد مماتی. در جای دیگه داره وصیت کردند که برای من قرآن بخوان. عرضه داشتن که اذا انا مت فتول انت غسلی. اگر از دنیا رفتم خود تو کارهای من رو بر عهده بگیر. و جهزنی. تجهیز یعنی کارهایی که برای میت انجام میده. و صل علی، نماز میت بر من بخوان. و انزلنی قبری و الحدنی، مرا در قبرم بگذار. وقتی که خاک بر روی من ریختی اجلس عند رأسی، روبروی من بنشین. فاکثر من تلاوت و دعا، زیاد برای من قرآن بخون، برای من زیاد دعا کن. فانها ساعة یحتاج المیت فیها الی انس الاحیاء. این زمانی است که کسی که از دنیا رفته به انس اونایی که زنده هستن نیازمنده. بعد در یک متن وصیت نامه این چنین اومده، نوشتن هذا ما اوصت بهی فاطمه بنت رسول الله. این وصیتی است که فاطمه دختر رسول خدا میکند. مرسوم بوده شهادتین میگفتن در وصیت. و هی تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله. من شهادت میدهم که بهشت حق است، آتش جهنم حق است، ساعت قیامت حق است، شکی در اون نیست. شهادت میدهم که خداوند همه مردگان رو از قبرها خارج میکنه. یا علی انا فاطمه بنت محمد. علی جان من همسر تو هستم، فاطمه دختر رسول خدا. زوجنی الله منک، خداوند مرا به همسری تو در آورد که در دنیا و آخرت از آن تو باشم. تو از دیگران بر من سزاوارتری. حنتنی و قسلنی و کفنی باللیل. مرا شبانه حنوط کن، شبانه غسل بده، شبانه کفن کن و بر من شبانه نماز بخوان و در شب مرا دفن کن. ولا تعلم احدا، هیچ کس رو خبر نکن.
کسانی که به من ظلم کردن من راضی نیستم که در بر جنازه من حاضر باشن یا بر من نماز بخونن. و اقرأ علی ولدی السلام الی یوم القیامه، تا روز قیامت به فرزندانم سلام میرسانم. در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده. جالب این چند جمله رو. وقتی که حضرت دست کشیدند از خاک قبر، هاج به الحزن، غم دنیا بر قلب امیرالمؤمنین هجوم آورد. رو کردن به قبر پیغمبر اکرم، السلام علیک یا رسول الله، رسول خدا سلام بر شما، انی و ان ابنتک النازلة فی جوارک، این سلام از ناحیه من و دخترت که در کنار تو آرمیده است، همون دختری که با شتاب به سوی تو آمد. و سریعت اللحاق بک، قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، ای رسول خدا صبر من در فراق دخترت کم شده. و رق عنها تجلدی، دیگه توان و تابم به آخر رسیده. یا رسول الله فلقد استرجعت الودیعه، امانتی که به من داده بودی برگردوندم. و اخذت الرهینه، آنچه گرو بود به صاحبش برگرداندم. اما حزنی فسرمد، دیگه حزن من مدام خواهد بود. و اما لیلی فمسحد، شبهای من به بیداری خواهد گذشت. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا امیرالمؤمنین، صلی الله علیک، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. و خب سلام و رحمت خداوند بر همه شما عزیزان. با شما خداحافظی میکنیم انشالله تا یه برنامه دیگه.